میدونی فرق اونی که شکست میخوره با اونی که موفق میشه در چیه؟ بیا تا بهت بگم. وقتی تو راهی رو انتخاب میکنی و هدفی رو قرار میدی برای خودت، خداوند قبل اینکه تو بهش برسی اون راه رو رفته تا آخرش و میدونه قضیه چیه، که تو رو صدا زده، گفته بیا بنده من، بیا از این مسیر بریم، بیا با هم قدم بزنیم. چرا الهامی که به قلبت اومده رو شروع نمی کنی و انجامش نمیدی؟ چرا؟ میدونی چه برکت ها در عمل کردن به اون الهام نهفته است؟ میدونی؟ اگه میخوای به آلمان مهاجرت کنی، چرا دوستای آلمانی نداری؟ تنظیمات گوشیت آلمانیه؟ آدم هایی که در طول روز باشون صحبت میکنی حداقل یک نفرشون به زبان آلمانی باهات صحبت میکنن؟ آیا در روز مجلات، کتاب ها، مطالبی که میخونی یا میشنوی چند درصد و چقدرش به آلمانیه؟ من آلمانی رو مثال زدم، فرقی نمیکنه. حالا هر زبانی که رو دورش باشی و داری مطالعهش میکنی، باید تو اون زمینه خودتو ارتقا بدی و الگو بشی و بعد بری یه هدف دیگر رو تیک بزنی. ببین دوست عزیز، اگه میخوای ازدواج کنی، چرا ویژگی‌های شریک آینده‌تو ننوشتی؟ چرا اون کسی که واقعا میخوای تمام عمر باهاش زندگی کنی و باهاش لذت ببری، در اون نقطه‌ای که واقعا میخوای نباشه؟ چرا انقدر کوچیک میخوای؟ چرا فکر میکنی برای راه اندازی اون کسب و کاره باید ماها و سالها تلاش کنی تا به یه درآمدی که مد نظرته برسی؟ چرا فکر میکنی که در زمان خیلی کم نمیتونی بهش برسی؟ ببین دوست عزیز، خدا میتونه اون خواسته رو زیر 1 ماه برای تو فراهم کنه، به شرط‌ها و شروط‌ها. اینکه تو ایمان 100 بهش داشته باشی. چرا مثل حضرت موسی نباشیم که خداوند بهش الهام کرد عصات رو بزن به رود نیل و در همون لحظه رود نیل شکافته شد و اون، یعنی حضرت موسی و همراهانش، تونستن از اون رود بگذرن. معجزه خداوند انقدر قدرتمنده که تو به راحتی به واسطه اون معجزه، به واسطه اون ایمان خالصی که داری، کارت ردیف میشه، همه چی جور میشه برات. اما در حالی که همین مسیر رو اگه بخوای بدون خداوند و این ایمانه طیش کنی، خیلی راه سخت میشه، خیلی چاله چوله ها زیادتر میشه. اینجوری خدا دست تو دست تو داره این راه رو قدم میزنه. تو به هیچ کسی تو این دنیا نیازی نداری و فکر نکن، اصلا 1% هم فکر نکن که من کسی رو میخوام که این راه رو با من بره و کمکم کنه. هیچ کس جز خداوند نمیتونه. اگر بنده ای رو دور و برت میبینی، خداوند در اون ظاهر شده و خداوند در قالب اون شخص داره همراهیت میکنه. ایمان بیار. چرا من همیشه میگم ایمان داشته باش
و ایمانت رو بیشتر کن. چون وقتی تو ایمانت قویه، وقتی تو خدا رو داری، دیگه هیچی نمیتونه به همت بریزه. هیچ آدمی، هیچ مشکلی، هیچ حرفی نمیتونه به همت بریزه. چرا فکر میکنی همه چیز باید فراهم و آماده باشه و اون وقت حرکت کنی؟ نه دوست عزیز، تو نیاز به هیچ کس و هیچ چیزی در این لحظه نداری. تو الان یک خواسته قلبی رو در ذهنت و قلبت داری، درسته؟ اون خواسته برای تو محقق میشه، اما به میزان ایمان تو سرعت رسیدن به این خواسته کمتر یا بیشتر میشه. اگه دقیقاً همین لحظه خواسته ای رو میتونی در قلبت احساس کنی و قلباً میخوای به اون خواسته برسی، اصلاً برای خداوند کاری نداره محقق کردن اون خواسته. این تویی که باید آماده باشی. چجوری آماده میشی؟ با عمل کردن به الهاماتی که خداوند به تو میده. خیلی آسونه. اصلاً کارهای سختی قرار نیست انجام بدی. ممکنه برای ازدواج کردن فقط قرار باشه یک کاغذ و قلم برداری و ویژگی های شخص مورد علاقت رو بنویسیش. اگه میخوای اون ماشین، اون خونه، اون موتور، اون چیز لاکچری و خوشگلی که در ذهنت میتونی تجسمش کنی و در قلبت میتونی احساسش کنی، میخوای، باید واقعاً در همین لحظه احساس داشتنش رو تجربه کنی. شوق برای آنچه که میخوای در آینده به دست بیاری. ممکنه اون آینده‌ای که میگم همین 1 دقیقه بعد باشه. باید شوق داشته باشی. کسی وجود نداره که به خواستش رسیده باشه ولی قبل از اینکه برسه شوق اون رسیدن به خواسته رو نداشته باشه.